برای یکی از خوانندگان بسیار زیبا talented، مخصوصا با این آلبوم جدیدی که امروز بیرون دادی و امروز ما در برنامه رادیو یک آهنگای زیبایی تو بهانه استفاده کردیم. بهانه ترانه قشنگه. عالیه واقعا. خیلی ساعت 5 و نزدیک نیم استفاده کردیم این آهنگو با اجازه شما و خیلی لذت بردیم و خیلی عزت دارم خدمت شما خانم الهه خانم. من همشون از دوستای خوب من هستن و محبت خاصی دارن نسبت به همه کنسرت‌های من، نوارای جدیدم، آهنگای جدیدم و این دوستی سالهاست که همینجوری بوده و ادامه داره. لیلا جان خب دیگه خیلی محبت داریم. مرسی لیلا جان. امشب می‌دونی تو اینجا هستی برای کمک کردن به این سازمان بسیار خوب، سازمانی که برای نابینایان، برای فایتینگ بلایندنس کمک می‌کنه. بله خیلی خوشحالم که منم تونستم اینجا حضور داشته باشم و تبریک میگم به همه دوستانی که دستن در کار برنامه امشب هستن، مخصوصا غزال عزیز که خیلی محبت کردن و ما رو دعوت کردن برای برنامه امشب. و واقعا ما ایرانی ها همیشه باید حضور خودمون رو ثابت کنیم، پیش قدم باشیم در جاهایی که کمکی میشه به هم نوعای خودمون. فرق نمیکنه ایرانی، آمریکایی، مال هر جای دنیا که باشیم ما یکی هستیم، همه از یه ریشه ایم و من همیشه خوشحال میشم که در یک همچین گرد همایی هایی باشم و با بودن خودم حداقل شاید یه کمکی بکنم.